سلام. یه 2-3 دقیقه صبر کنیم بقیه عزیزان هم جوین بشن. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. چند روز پیش یکی از مراجعین خیلی عزیز من با من ارتباط گرفتن و گفتن که من هر موقع خانم دکتر از گربم عکس یا فیلم توی فضای مجازی میذارم به هم حمله میشه که این گربه باعث بیماری میشه، بچه‌تو مریض میکنه و از این قبیل صحبت ها و از من خواستن که بیایم یک ویدئویی تهیه کنیم، اطلاع رسانی کنیم در مورد این موضوع. حالا پیشنهاد من در مورد اینجور مکالمات قطع رابطه، بلاک کردن و حداقل گفتن جمله تو رو سننه قربونت برم هست در پاسخ اینجور عزیزان. ولی خب حالا یک توضیح مختصری من میدم خدمت شما در مورد اینکه حالا اگر که خواستید صحبت‌های من رو میتونید منتقل کنید به اینجور عزیزان. ولی عرض کردم همون جمله به شما مربوط نیست، خیلی بیشتر کمک میکنه. خب من شروع میکنم توضیحات رو، سعی میکنم که خیلی مختصر باشه، وقت شما گرفته نشه. اگر سوالی دارید سعی کنید که در انتها بپرسید و سعی میکنم که یه جوری توضیح بدم که برای همه قابل فهم باشه. خب این لایو رو هم ذخیره میکنیم که حالا در دسترس قرار بگیره بعدا. یک بیماری خیلی شایع، ببینید مهمترین و اولین بیماری شایع چه در مورد گربه ها چه در مورد سگ ها که قابل انتقال به انسان هست، بیماری هاری هستش. هاری هم که همه میدونن یک ویروسی هستش که در اثر گزش به حیوان و به انسان منتقل میشه. در وهله اول حیوانی که آلوده به هاری هستش در اثر گزش حیوان دیگه ای رو آلوده میکنه و به این صورت در اثر حیوان گزیدگی به انسان هم منتقل میشه. به هر حال بیماری به شدت کشنده و خطرناک هست. استثناهای خیلی خیلی ضعیفی داریم که مثل این که یه پسری زنده مونده کلاً و اینها، ولی خب بیماری در مجموع کشنده هست. که در مورد بیماری هاری ما واکسیناسیون داریم، خوشبختانه واکسنش وجود داره. در مورد حیوانات خانگی هر سال تکرار میشه این واکسیناسیون، چه در مورد سگ چه در مورد گربه، و بسیار هم مهم هست. عرض شود که بعد از 3 ماهگی در مورد سگ‌ها و گربه ها واکسن تزریق میشه و بوسترش هم هر 1 سال هستش. یک نکته‌ای که در مورد واکسیناسیون لازم میدونم بگم خدمتتون، در مورد گربه ها خیلی از همکاران 2 دوز واکسیناسیون رو توصیه میکنن، ولی رفرنس ها گایدلاین جدید میگن که 3 مرتبه واکسیناسیون رو حتما به فاصله 1 ماه 3 هفته الی 1 ماه در بچه گربه ها در سن بعد از 2 ماهگی حتما انجام بشه. این یه مسئله. و در گایدلاین جدید 2022 گفته شده که محل تزریق واکسن که همیشه ما پشت گردن انجام میدادیم، این باید که دیگه به این صورت نباشه. به علت تومورهایی که در موضع به وجود میاد قطعا بهتره که تزریق زیر پوست دست یا زیر پوست پا انجام بشه که اگر خدایی نکرده به علت بروز تومور نیاز به قطع عضو داشته باشیم، لااقل بتونیم که دست یا پا رو قطع کنیم و حیوان رو از دست ندیم. خب این در مورد هاری، یک بیماری خیلی شایع که هم در ایران هم در سراسر جهان بسیار شایع هست، بیماری خراش گربه هست. به این صورت که یک گربه دست شما یک بخشی از بدن شما رو خراش میندازه. عامل بیماری هم یک باکتری هست به نام بارتونلا
فکر میکنم بارتونلا هنلسا که وقتی که گربه‌ای که آلوده به این باکتری هست خراش میندازه روی بدن شما، در محل باکتری لوکالایزه میشه و 10 الی 20 روز طول میکشه که علائم نشون بده. علائم در ابتدا به صورت پاپیلوم ضایعات گرانولوماتوزی هست که اینها میره به سمت زخم و غدد لنفاوی محل متورم میشن و عرض کردم اسم بیماری هم تب خراش پنجه گربه هست و انسانی که این اتفاق براش میفته دچار تب میشه و علائم معمولاً بین 3 هفته حدوداً 3 هفته هم برطرف میشه و یعنی خود محدود شونده هست، خیلی نیاز به درمان خاصی هم نداره و پیشگیریش هم این هستش که زمانی که گربه‌ای روی بدن شما خراش میندازه محل رو حتما با آب و ضد عفونی کننده بشورید. شایع هم هست، یعنی البته ببینید تمام اینهایی که من دارم میگم خدمتتون واقعا مربوط به گربه های خیابانی هستش. گربه هایی که توی خونه کنار ما زندگی میکنن معمولا آلوده به این اجرام نیستن. بیماری بعدی که مشترک هست و شایع هست بین انسان و حیوان، حالا چه گربه چه سگ، درماتوفیتوز یا قارچ‌های پوستی هستن. یک سری از قارچ‌هایی که ایجاد کچلی میکنن در گربه با انسان مشترک هستن و علائم هم که کاملا واضح و مشخص، یعنی کچلی هایی که علتش قارچ هست معمولا الگوی دایره مانند دارن روی پوست، کچلی های دایره مانند ایجاد میکنن عموما، نه همیشه، و این قابل انتقال به انسان هست و در انسان هم عموما ضایعات دایره مانند هستن و درمانش هم بسیار راحت هست. در مورد گربه یا سگ که این اجرام قارچی زیر نور فلورسنت کاملا دیده میشن، در مورد انسان هم که دیگه همون تاریخچه تماس با حیوانی که دچار کچلی بوده کاملا وضعیت رو مشخص میکنه. حالا اگر که احیانا این قارچ پوستی به شما منتقل بشه هم اصلا وضعیت عجیبی نیست، یعنی با یک پماد موضعی در نهایت قابل درمان هست. یعنی اصلا بیماری که شما فکر بکنید که سخت درمان یا عجیبی هست نیست. بیماری بعدی که من عرض کنم خدمت شما و خیلی خیلی در موردش سوال میشه توکسوپلاسموز هست. توکسوپلاسموز یک تک‌یافته‌ای هست که قابل انتقال از حیوان به انسان هستش و جالبه که بدونید منبع اصلی توکسوپلاسما گوشت آلوده هست، گوشتی که ما میخوریم که اون کیست های توکسوپلاسمایی در بین الیاف گوشت حضور دارن و باعث بیماری میشن، که به همین خاطر همیشه توصیه بر این هستش که گوشت کاملا پخته بشه. به هیچ عنوان گوشت نیمپز استفاده نکنید. در آشپزخانه وقتی که با گوشت کار میکنین دست‌ها خوب شسته بشن، ظروفی که شما استفاده میکنین باید خیلی خوب شسته بشن برای پیشگیری از در واقع توکسوپلاسما. حالا بین گوشت‌ها گوشت خوک معمولاً آلوده تر هست. یک منبع دیگه‌ای که این تک‌یافته توکسوپلاسما داره مدفوع گربه است، یعنی گربه میزبان اجباری هستش برای توکسوپلاسما برای کامل کردن چرخه زندگیش. و آلودگی به توکسوپلاسما یک علت مهمی که این تک‌یافته خیلی مهم شده به خاطر این هستش که در خانم‌های باردار منجر به سقط میشه، که این هم البته کاندیشن خاصی داره. یعنی اگر که خانم بارداری در زمان بارداری برای اولین بار با گربه
آلوده به توکسوپلاسما تماس داشته باشه که اون هم البته با مدفوع گربه آلوده به توکسوپلاسما، این وضعیت منجر به سقط جنین یا تولد نوزادی میشه که درگیری های مغزی داره و دچار مشکلاتی هست و بیشتر هم اگر سن آبستنی خیلی پایین باشه این اختلالات شدید در فرزند به وجود میاد، ولی خب عموما هم منجر به سقط جنین میشه. یعنی این که میان میگن که گربه موجب نازایی میشه و اینها واقعا درست نیستش. عرض کردم تکیاخته توکسوپلاسما هم در صورتی منجر به سقط جنین یا تولد جنین دارای اختلالات میشه که خانم باردار در زمان بارداری برای اولین بار با گربه آلوده به توکسوپلاسما برخورد داشته باشه. که البته باز هم عرض کنم خدمتتون که گربه ها بیشتر گربه های خیابان که شکار میکنن، گوشت خام میخورن، موش میگیرن، اینها بیشتر آلوده به توکسوپلاسما هستن. در واقع گربه های خانگی عموما آلوده نیستن و اصلا جای نگرانی نداره. ضمن اینکه حالا بفرضم که خانم بارداری گربه داشته باشه و گربه آلوده به توکسوپلاسما باشه، وقتی که اون گربه منزل شما هست، یعنی شما از قبل از بارداری با این گربه در تماس بودین، به هیچ عنوان جای نگرانی نیستش. یعنی حتی نگرانی که ما در مورد گوشت‌های آلوده به توکسوپلاسما داریم خیلی بیشتر از نگرانی در مورد مدفوع گربه‌های خانگی هستش. این از این که عرض کردم بیشتر نگرانی ما در مورد توکسوپلاسما در مورد گربه‌های خیابان هست. مطلب دیگه‌ای که عرض می‌کنم خدمتتون در مورد انگل‌های گوارشی گربه هست. خیلی از انگل‌های گوارشی مخصوصاً کرم‌های لوله‌ای در گربه‌ها و سگ‌ها و انسان مشترک هستن. یعنی آلودگی انگلی در گربه و در سگ به راحتی میتونه به انسان منتقل بشه که ما به همین دلیل بسیار 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 تاکید داریم به جدی گرفتن درمان ضد انگل. ببینید اون حیوان خانگی شما اگر که آلوده به انگل توکسوپلاسما بشه، معذرت میخوام، اگر آلوده به انگل گوارشی بشه به راحتی با قرص ضد انگل با درمانی که ما براش میذاریم درمان میشه. منتهای مراتب اگر ما آلوده به اون انگل تخم انگل بشیم، عوارض جبران ناپذیر اگر که لارو انگل به چشم مهاجرت کنه، کوری دائمی رو ما داریم، به کبد ممکنه باعث ایجاد کیستای مغزی بشه و بنابراین خیلی درمان ضد انگل رو جدی بگیرید. واقعا مهمه. هر 3 ماه حتما مراجعه کنید به دامپزشکی برای تکرار درمان ضد انگل حیوان خانگی. در نهایت در مجموع عرض میکنم خدمتتون که در مورد حیوانات خانگی، گربه های خانگی به هیچ عنوان اگر که همیشه پاسخ میدم به سوال شما، اگر که به صورت روتین مراجعه میکنین به دامپزشکی، واکسیناسیون های به موقع، درمان های ضد انگل به موقع و چکاپ به موقع دارن، به هیچ عنوان نگران نباشین. عموم این بیماری هایی که میگن از گربه به انسان منتقل میشه عموما مربوط به گربه های خیابان هستش که روتین دامپزشکی ندارن. در مورد گربه های خانگی ما به هیچ عنوان نگرانی در مورد توکسوپلاسما، در مورد نازایی و در مورد آلودگی های انگلی به هیچ عنوان نداریم. موی گربه هم باعث نازایی نمیشه. اون خانم باقری شما دیر تشریف آوردین، دیر اومدی، نخواست زود برو. توضیح دادم که اون که میگن نازایی و عرض شود سقط جنین و اینها هیچ ربطی به موی گربه نداره و مربوط به تکیاخته توکسوپلاسموس هست که شما توضیحاتش رو میتونید بعداً
نگاه کنید. اگر سوالی هست من در خدمتم. خیلی خوشحال شدم که تونستم یه توضیحی بدم در مورد این بیماری ها. البته بخوایم علمی‌تر و گسترده‌تر صحبت کنیم که خب خیلی طولانی میشه. من سعی کردم که یه توضیح مختصری داده باشم و انشالله که مفید بوده باشه. خدا نگهدار. کیست مویی من نمیدونم چیه خانم باقری، نشنیدم اصلا همچین چیزی. نه خب این خرافه ها رو سعی کنید که باور نکنید و تمام. اگر سوالی بود من در دایرکت در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.